فوق‌العاده های سال 1404 اضافه کاری، جمعه کاری، شب کاری چقدر شده؟ با توجه به افزایشاتی که داشتیم مبلغ هر ساعت اضافه کاری کارگران در سال 1404 میشه 661,544 ریال. یعنی هر ساعت اضافه کاری که کارگر داره انجام میده باید 661,544 ریال کارفرما بهش به عنوان اضافه کار پرداخت کنه. جمعه کاری چقدر عددش؟ جمعه کاری نکته مهمی که داره باید بهتون بگم اینه که ما 40% مزد یک روز رو باید حساب کنیم، نه یک ساعت. به خاطر همین بحث فوق‌العاده‌اش میشه 1,385,462 ریال. حتی اگر نیروی کار یک ساعت در روز جمعه کار کنه این عدد باید بهش پرداخت بشه. فوق‌العاده شبکاری چقدره؟ فوق‌العاده‌اش میشه اون بحث 35% دستمزد 165,286 ریال میشه به عنوان فوق‌العاده شبکاری با توجه به افزایش دستمزد.